بعد از رو رفتن ابزارهای طراحی، رفیقم همون لحظه من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه میدم. ای خدا دوستان عزیز سلام، به کانال یوبی ترفند خوش آمدید. آموزش ترفند و تکنیک های کاربردی. قرار است کنار هم به یادگیری بیشتر بپردازیم. خوشحال میشم از کانال ما حمایت کنید و ما را به دوستان خودتون معرفی کنید. میری آی یک ابزار قدرتمند است که به شما کمک می کند وبسایت خود را با استفاده از وردپرس به سطح بالاتری ببرید. این ابزار توسط یکی از بهترین افزونه‌های ساخت صفحه وردپرس ارائه شده است و الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای درک محتوای وبسایت شما استفاده می کند. لیزی افزونه سایت ساز وردپرس بریزی یک ابزار فوق‌العاده برای همه کسایی که دنبال ساخت سایت‌هایی حرفه‌ای و جذاب هستند بدون اینکه ساعت‌ها صفحه کد نویسی کنند. سیدبراد افزونه کاربردی وردپرس می باشد که با استفاده از آن صفحات در دست ساخت خود را ایجاد کرده و وبسایت خود را به صورت تعمیرات در دست ساخت ببرید. این افزونه با ویرایشگری دیداری خود به شما این امکان را می دهد تا می تواند صفحات در دست ساخت خود به آسانی و به صورت زنده ویرایش کرده و طراحی کنید. هیبربیده بوربولی در یک صفحه ساز وردپرس است که به شما امکان می دهد با استفاده از قابلیت کشیدن و رها کردن صفحات سایت خود را سفارش سازی کنید. بمنت افزونه حرفه‌ای ایلمنتر ابزارهای منحصر به فردی دارد که به شما اجازه می دهد تا یک وبسایت کاملاً پاسخگو و ریسپانسیو ایجاد کنید. اندازه فونت ها را تغییر دهید. سجیم نرم افزار به عنوان یکی از ابزارهای حرفه‌ای در زمینه استخراج و رمزگشایی اطلاعات بین تعمیری کاران استقبال بسیاری مواجه است. این نرم افزار قابلیت استخراج اطلاعات از موبایل‌های قفل شده یا آسیب دیده هستند رو دارد. بیری و کتیت ابزار صفحه ساز شما کنترل کاملی بر تایپوگرافی دارید و با بهره‌گیری از 700 فونت سفارشی می توانید متن‌های بسیار زیبایی به سبک پوستر و مجله ایجاد کنید و با عناوین خود را برجسته تر کرده و به سایت خود جلوه منحصر به خود را دهید. دوست من سلام، از اینکه تا آخر ویدیو همراهی کردید سپاسگزارم. سرفرصت آموزش کار با ابزار ضبط می کنم. از حمایت‌های شما متشکرم. ویدیو سیب کن که یه روزی به دردت میخوره. برای دوستات هم بفرست. دعای خیرش به ما تا برسه.